که باقالی خام نپخته هستش که بعضیشون بگن چرا خامه. خیلی دند افتاد نه؟ خوشه ملسه این باقالی خورشت نه. من اولین بار بودم شما شنیدم میگی سوشی گیلان. آره. اشپلو با برنج قاطی کرد، بعد یه تیکه کباب اون کنج گذاشت، زیتون پروردار خیلی ریز اومد کنار. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال هامیتا. امروز براتون یه ویدیوی متفاوت داریم با یه مهمون ویژه. سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز ویدیو ما خیلی ویدیو خوشمزه‌ایه. یه مهمون ویژه هم داریم از فود بلاگرای معروف رشت. سلام. فریبا جون از فود بلاگرای معروف رشت هستن که یه پیج خیلی خوشمزه و خوشگل دارن. امروز به ما افتخار دادن، قراره که ما رو ببرن یه رستوران که چیکار کنیم؟ یه رستوران قدیمی و پر از غذاهای محلی و خوشمزه. قراره بریم رستوران احمدی، قراره بریم با هم تست کنیم و اینکه بچه‌ها پیج فریبا جان رو هم براتون میذاریم. هر موقع رشت تشریف آوردید میتونید برید از معرفی رستوران‌ها و کافه‌های خفنی که انجام میدن به قول بهترین رستوران رو انتخاب کنید. مرجع کامله دیگه. مرجع کامل رستوران‌های رشت. خودشون به صحبت کنن. ما بریم یه رستوران محلی که حدود 50 سال خدمت داره، رستوران احمدی توی تولمشهر جمعه بازار میشه، سمت من و سومه سرا. اونجا دیگه در واقع همه اون محل و سومه سرا رو به رستوران‌های محلی و کباباش میشناسن. ما می‌خوایم بریم هم کباب امتحان کنیم هم خورشتای محلی. خوشم شد. خورشتای محلی گیلان. شاید براتون سوال پیش بیاد یا شاید هم سوال پیش نیاد، چون میدونم که همتون در مورد غذاهای خوشمزه رشتی اطلاع دارید. الان ما تو مسیریم داریم میریم، گفتیم از این فرصت استفاده کنیم یک سری اطلاعات بهتون بدیم. خب آتسو جان، شما چند تا از غذاهای خوب رشتی رو به قول بگو بچه‌ها. والا من جسارت میکنم. بعد فریبا جان میخوان تخصصی میگن. ببین من خودم که باقالی خورشت خیلی دوست دارم با ترشی تره. میرزا قاسمی رو میدید دوست دارم، ولی میرزا قاسمی که سیرش کم باشه. ببین من پرسیر دوست دارم. من عاشق سیرم. من نمیدونم تو چجوری رشت زندگی می‌کنی سیر دوست نداری. من معده‌ام به سیر حساسه. سیر میخورم معده‌م اینجوری قلقل میکنه. ولی خب خیلی تنوع داره رشت. آره خیلی. ببینید الان ما این رستورانی که بر فرض مثال داریم میریم، ترشه تره، میرزا قاسمی، باقالی خورشتای محلی به قول معروف بیسیکیه که همه جا اکثر رستوران کنار پل کبابشون دارن. اینجا یکم خورشتاش تنوعش بیشتره، شامی رشتی داره. تقریبا میشه گفت یه چیزی مثل کتلته که حالا یه سبزی هم توش داره. بعد دیگه بابیشکا داره، یکی از خورشتای خوب گیلان بابیشکاه با گوشت تیکه‌ای و پیاز که اینجا که داریم میریم مثلا بابیشکاش خیلی طرف داره. خورشت آلو مسما هستش که خورشت شیرینه، توش آلو داره، قیسی داره. بعد دیگه اناربیج داره. اناربیج نداره ولی فسنجون داره. اناربیج هم یه خورشت گیلانیه که فرقش با فسنجون تو سبزیه که استفاده میکنه. یه خورشت دیگه هم داریم، گمج کباب که همون بازم مثل فسنجونه ولی باز سبزیش فرق میکنه، گوشتش تیکه. تو اناربیج گوشتش قلقلی داره که همه اینا هستش. خورش خلاص زیاده. غذاهای رشتی بزرگترین تفاوتی که تو طعم ایجاد میکنن سبزی‌های محلیشونه. یک سری از سبزی‌هایی دارن تو استان گیلان که هر شهری پیدا نمیشه یا در واقع اصلا نیستش. به خاطر همین تنوع غذایشون خیلی بالاست و خیلی خوشمزه است. یکی از امتیازهای دیگه غذای رشتی اینه که در کنار غذای اصلی کلی چی بهش میگم مخلفات دارن. مخلفاتی که غذای طعم غذا رو 10 برابر بیشتر میکنه و این یه نکته خیلی مثبتیه. گیلانی‌ها ببخشید مثلا گیلانی‌ها اصلا بدون مخلفات غذا نمی‌خورن. آره اصلا این فرهنگشونه. در کنار غذای اصلی کلی غذاهای مخلفات خفن و خوشمزه دارن. یه ترکیبی بودش که یه بارم نمیدونم اینجا گذاشته بودیم یا تو اینستاگرام نگذاشته بودم. اشبل و گردو، زیتون تولد. خیلی خوبه. خیلی
اون اصلا سوشی گیلانه. آفرین خیلی خوشمزه است. یکی از غذاهایی که من عاشق انارگوش و فسنجونم بچه‌ها، حتما رشت بیاین 100% فسنجوناشو امتحان کنید، فوق العاده است. البته اینم بگین که توی رشت بیشتر طعم ترش غذاشون. آره دلیلش همین ترش هم نیست به نظر ملسه یه ملس خاصه، یعنی من طعم غذایی که یعنی فسنجونی که تو رشت خوردم، اینا نخورن زمین، فسنجونی که تو رشت خوردم خب هیچ جای دیگه ای نتونستم این طعم از فسنجون رو پیدا کنم. به قدری خوشمزه است، هر جا فسنجون میخورم شاید باورتون نشه ولی اون مایه‌شو که روغنه اونا رو قشنگ خالی من میخورم بچه‌ها. یه غذای دیگه هست کوکوی روغن چیزه گردو پس میده بادکوبه، اونم برای رشت یعنی گیلانه درسته؟ اون تو عروسی‌ها من بیشتر دیدم میذارن تو تالارا، خیلی خوشمزه است. نیست آفرین بیشتر تو تالارا هست، اونم من خیلی دوست دارم. بعد رشتم توی یونسکو اول بود یا دوم؟ من اینو تو ولاگ قبلی گفتم ولی مطمئن نبودم. بعد از غذای شهر نه فکر کنم اول بود. تنوع ترین غذاها رو ما یه خورشت هم داریم، پامادور خورشت. مثل املت درسته؟ دقیقاً مثل املت ولی واقعاً نخوردمش راستشونو. یعنی واقعاً خوشمزه. تعریفش بچه‌ها یه دونه مزه دارن، کال کباب میگن بهش. کال کباب. آره. اونم خیلی خفنه. یعنی در هر صورت از دست ندید. ولی اگه دقت کرده باشید سیر ترشی. همینو می‌خواستم الان بگم، تمام غذای رشتی توش سیر هست درسته؟ فکر نمی‌کنم غذایی باشه که سیر نداشته باشه. و عاشقان سیر اصلا کلا شمالی عاشق سیرن همه. بچه‌ها ما داریم میریم سمت رستوران. دیگه بریم داریم میریم سمت رستوران، از کلیه غذاها براتون فیلم میگیریم، ویدیو میگیریم، صحبت میکنیم در موردش. حالا اگر خودمون صاحب رستوران که فریبا جان زحمت کشیده هماهنگ کرده، اگر تمایل داشتن با ایشون هم یه صحبتی میکنیم یا نه خود فریبا جان زحمت میکشن غذاها رو توضیح میدن، قبلش صحبت میکنن آمادهش کنن. حالا چون ما دوست داریم بیشتر در مورد این غذای رشتی بدیم و به شما اطلاعات بدیم، آدرس اون رستوران هم براتون تو کپ توضیحات میذاریم، پیج فریبا جان هم میذاریم، استفاده کنید دیگه تمام. بریم فعلا. خب رفقا ما رسیدیم این رستوران احمدی، غذاشو براتون میذاریم، صحبت میکنیم، نظر کارشناسیتون میپرسیم، ببینیم چه جوریه دیگه. با ما همراه باشید. اگر هم ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت و کانال رو سابسکرایب کنید. سلام حالش خب بچه‌ها ما اومدیم داخل رستوران. حالا قبل از اینکه غذاشو تست کنیم، ببینید یکی از ویژگی خوب رستوران‌ها اینه که اجازه فیلم برداری از آشپزخونه‌شون رو میدن. بریم آشپزخونه‌شون رو ببینیم بعد بریم سراغ غذا. کلا اینجا به صورت خانوادگی اداره میشه، خودشونن، همسرشونن و دخترشونن، داداشتونم بود دختر و پسرشون همه با هم هستن اینجا اداره میکنن. یه فضای خیلی تمیزی توی آشپزخونه‌شونه که الان می‌خوایم بریم با خودشون صحبت کنیم، براتون توضیح بدن. بریم. مرسی که اجازه دادین بیایم توی آشپزخونه‌شون. یه توضیح کلی اگه به ما بگید. رستوران ما رستوران یه چیز قدیمی از پدر به من رسیده که من خودم در روسته نزدیک 50 سال اینجا کار میکنم. پدرم که قبلا بود پای بابنو که دیگه رفت و واگذار کرد با ما هدفمون اینه که غذای گیلان رو نشون بدیم به مخاطبامون. غذای گیلان چون هم خوشمزه تره هم خیلی تنوع داره. حالا بیشتر هدفمون اینه که ما غذای گیلانمون باقلا خورش داریم، میرزا قاسمی داریم، آلو مسلمان داریم، فسنجون داریم، دیگه زرش پلو که دیگه رسمیه، قرمه سبزی و قیمه که رسمیه تقریبا. پلو کباب داریم، جوجه کباب داریم، کوبیده داریم، کباب ترش جوجه داریم، کباب ترش معمولی داریم. کباب ترش میکنم برای گیلانه درسته؟ کباب ترش تقریبا میشه گفت دیگه ذائقه گیلانیه به ترشی بیشتره. بعد من شنیدم که گفتن خانوادگی اداره میکنید رستوران درسته؟ معمولا خانم بر دستمونه، بچه ها که دستمونن و همکاری دوستان رستوران میشم. خیلی هم عالی.
زیاد اذیتتون نمی‌کنیم. حالا غذا سوالات کردیم که باقلی خام نپخته هستش. چرا بعضیشون بگن چرا خامه. زیتون داره. خیار و پیاز و گردو. اینم همون اشبلی که به عنوان مثل خاویار مایی سفید که ذائقه گیلانی هاست که با پلو کباب میخورن. یه چیز شور تقریبا خوشمزه میشه با پلو کباب. بهش میگن سوشی گیلانی، درسته؟ جان؟ سوشی گیلانی. ما اینو با ترکیبش با گردو و زیتون و باقالی خیلی خوشمزه میشه. خیلی خوشمزه میشه. آره. این غذای بذارن چیز ذائقه گیلانی هست. بله. این باقلا خورشت محلی، باقلی تازه و خورشت محلی. این میرزا قاسمی بانجون محلی. میرزا قاسمی فوالده خوشحالی. اینم خورشت فسنجون، خورشت ملس فوق‌العاده خوشمزه، گردوی گیلان. این شامی مونه، شامی بسیار محلی مونه. اینجا باید یه سر به خودمون هم برسیم دیگه. خیلی خوشمزه. به تعمیه علوه، ترشه، ملسه. تشریح کن تعمیشو مخاطبا بدونن. دقیقاً یک چیزی مثل خمسه ولی به هلو. خیلی خوشمزه است. این چیز دیگه آلو قصر طلا، قصر طلاست دیگه. آره خیلی خیلی. دهن افتاد نه؟ ترشه ملسه. ملسه. بخورین. اگه ترش با نعنا بخوریم. نه خوبه. نعنا نزنیم قشنگ. فوق‌العاده است. به قول ترکا هاریکا. من یه جوری دستکش دستم کردم میخوام هم جراحی کنم. آره یعنی تو اتاق عملم تینا جا. آره خیلی خب من یه کار دیگه میکنم. اینو میریزم. تینا خودش یه پا بلاگره اصلا. اینا رو میریزم. حالا پارت دومش میرم یکم آب سرد میریزم. یخ‌دربهش. یخ‌دربهش خوردی نمیشه. واقعا باید اینو اینجا تست بکنی تا متوجه بشی که چه طعم بهشتی داره. خیلی خوشمزه. قبل غذا اینو بخوری دیگه میترشه. من یه چیزی
بگم ما نداریم اینا. فکر بیایید تو همه گیر بدن ما هم. آره این دو پیج خودمونه. از اونجایی هم که از صبح تا شب اینجا یه جایی مثل خونه حالا میره بگو جلو. مشتری میاد میگه من همونه موقع دقیقا همین میشه همونه میشه که دقیقاً. اول با سوشی شروع کنیم. سوشی گیلانی. یه پیاز برمیاریم. او پیاز هم داره؟ دوست نداری؟ پیاز نیستم. پس زیرشو چی بذارم؟ یه گردو. یه گردو. بعد یه پرورده. باقالی. از اول یه عاشق اشبلم. خب یعنی عاشقشم. در حدی که تشنگی میگیرم. بعد دیگه باقالی. اینو بزنم پوست بکن. گردو گردو داره خودش دوباره گردو نمیشه. خیلیا براشون باقالی خالی خوردن چیزه. آره براشون معنی نداره. خب اشبلم که داریم. یه هم دیگه بالا. پیاز نخوریم؟ شما بخور من نمیخورم. نه اینو شما بخور من یه دونه آره. با پیاز برای خودم درست. خدایش خیلی خوبه. خیلی خوشمزه. حتی دوغ آبنی نوستالژی زمزم. من اشبال خالی میتونم بخورم فقط با همین ترکیب میتونم بخورم. من نه دیگه یعنی عاشق اشبلم. اشبل فوق‌العاده است. بچه‌ای پیشنهادی هم دارم اشبل رو صبح با نیمرو بخورید. تست کردین؟ نه خیلی خوب. نه دیگه صبح نرفتم تو کارش. ماست بورانی. صبحونه مورد علاقه پدرم. ماست بورانی سیر داره. ماست بورانی سیر داره، ماست داره، بادمجون. بخوری بخوابی. یه دونه از این درست کن. برای اینستاگرام بزنیم به هم بخوریم. خب خدا رو شکر ما یه کار میکنیم. من غذا سیر میشینیم. آره رفت برندی مخلفات رو کجا میتونید پیدا کنی کنار غذا میخوام بخورم؟ فقط گیلانه که انقدر مخالف. آره واقعا فقط گیلانه. یعنی من جای دیگه ندیدم. مثلا شاید مازندران یه خورده خب شماله ولی باز گیلان نمیشه. هاشونه که با ما فهم. مثلا زیتون پرورده میری اون بر شیرین آخ واقعا منم دوست ندارم. واقعا عاشق ترشی ام. درست. یعنی ما عادت کردیم. درست. مصطفی عادت کردیم. دقیقاً. بیا تا میون ترکیب. خب بذار من خودم بذارم. بگیرم. این که مخلفاتی غذا زیاده کنار غذا این نشون دهنده فرهنگ غنی و خوب مردم گیلانه که میتونن با هر چیزی یک طعم جدید درست کنن و واقعا این یک به نظر من امتیازه برای مردم گیلان که انقدر خوش سلیقه و به قولی آشپزم به قول خودمون. ولی این که الان من میخوام چیزی که الان تست کنم رو من اولین بار بود از شما شنیدم میگی سوشی گیلان. آره من که میخورم ولی الان میخوام منم تست کنم. بچه‌ها تست کردن میخوام منم تست کنم ببینم چه جوریه. من چون پیاز دوست دارم از پیاز می‌خورم. گردو بعد دیگه چی بود؟ باقالی و زیتون. من یه باقالی برای شما پوست بکنم. بچه‌ها من زیتون پرورده رو خیلی دوست دارم. یعنی عاشق زیتون پرورده. متشکرم. اشبال گذاشتی؟ اشبالم گذاشتم. به قول ترکا شرفه. سلام. بچه خورشته اومد. کبابا رو هم همینجوری بذاریم. فقط یه دونه خب رفقا غذا رو هم آوردن. میخوام غذا رو بهتون نشون بدم مثلا کیف کنید. خدا وکیلی. خب اولین غذا یعنی میخوام معرفی کنم میرزا قاسمی که طبیعتا همتون خوردین و تست کردین. بابیشکای گوشت تیکه‌ای هستش درسته؟ شامی پاله کباب درسته؟ آره پاله باقلا خورش یه ترکی من خوب دستی کباب ترش و جوجه
زعفرونی میشه دیگه. زود. آره. و سوخته. این تهدیگ هم بچه‌ها این سوخته تر. اینو ببخشید به این میگن میشه سوخته. به این تهدیگو میگن سوخته دیگه. با سوخته طلا. آره. بچه‌ها یه داستانی هست اونم میگه تهدیگایی که نیمه میسوزه، حالا مثلا نصف. آره تو غذای گیلانی شما زیاد پیدا میکنید و حتما هر جایی هم رفتید اگر داشتن حتما بگیرید و تست کنید. به این شکل در میاد. اینم جزء فرهنگ غذای گیلانیه. ولی برام جالب بودش که یکی از مشتریامون که اومده گفتش که فکر کنم حواس آشپزتون نبود و سوزونده. گفتم نه این مدلش نمیدونسته. حالا باز بقیه غذاها رو که داریم میل میکنیم دونه دونه خاطراتی یادم میاد. بشین کنار جون ساعت ها نباشه. شما چیزی کم خواست نگیرید. دستتون در عالی. دست شما در. خب بچه‌ها دیگه الان می‌خوایم بریم که غذا رو با هم تست کنیم و اینکه جای شما خالی فوق‌العاده خوش عطر و مشروب آبی. خیلی شما چی برداشتی دوستان؟ این چنجه و ترشه بکنم. یه تست کن برو چنجه و ترشه چجوریه. ایشون هم اشپلو با برنج قاطی کرد، بعد یه تیکه کباب اون کنج گذاشت، زیتون پرورده رو خیلی ریز اومد کنار جا داد. یه ترشم خوردم، بعد یه قاشق یه تیکه واویشکای مشتی رو هم قشنگ اون گوشه ریخت نهار کنید. این یعنی غذای خوب. این یعنی دست شما در نکنه. عالی آقای احمدی. مرسی. دست شما در نکنه. ان شاء الله صبحانه پربرکت. جان چشم. داشتم توضیح میدادم. دست شما در نکنه. مرسی. همه چی عالیه. مرسی. خیلی خوبه. مرسی. آقای احمدی صاحب رستوران هستم و یعنی به شدت پیشنهاد میشه تشریف بیارید. فوق‌العاده خوش اخلاق، خوش برخورد. آقای احمدی سلامت باشید. واقعا همه چی عالیه. دستتون در نکنه. دست شما در نکنه. مثل همیشه خوش. نوش جان. مرسی. نوش جان. چیزی؟ دست شما. نه عالی. مرسی. متشکرم. گردو بچه‌ها بین العاده خیلی خوبه. آنترک غذاست. همین شامیش عالیه. آره واقعا شامیش خیلی مزه. شامی رشتی چه فرقی با شامی دیگه داره؟ ما شامی رودبار داریم، شامی رشتی داریم. شامی رودبار یه سبزی دیگه توشه. اصلا سبزی هم مال اون بره. مثلا این پلنگ مش اسمش. مثلا این ور چطور یه سبزی داریم بهش میگن چوچا. مثلا مال این ور اون ور بعد طعمش فهم سبزیش کم بیشتر. ولی این نه، این شبیه مثلا همون کتلت خودمونه. بچه‌ها رشتی ها یه خصوصی اخلاقی هم دارن، با دست غذا میخورن. من در تلاشم یاد بگیرم. آره. پلو کباب با دست میخورن دیگه. آره. میخوای من تست کنم؟ دستت نمیده؟ همیزم نباشه تست میکنم. میخوام بهم یاد داد. اینجوری فشردش میکنی؟ آره قایقش میکنی بعد با این انگشت اینجوری اصول داره. خیلی من سخت بابشکای گوشت. ما دیگه غیر از اینا چه غذای رشتی دیگه داریم؟ ترش تره داریم، آلو مسما داریم، پامادور خورش، چخرتمه که با مرغ و چخرتمه ترکیش بیاد سفرتی مامان داریم. حالا احتمالا شباهتی به هم داره. اناربیج و فسنجون و گنجه کباب و دیگه یه دونه هستش بهش میگن ترش کباب ولی مرغه. آره ببین مرغ و سرخ میکنن با سیب زمینی و گوجه بعد سسشو که درست آب مرغ میذارن اون تو با هم جوش میکنه میشه مرغ. چرا میگن ترش کباب؟ ترش کباب بهش میگه ولی ما تو خونه بهش ترش کباب نمیگیم چون مامان من میگه مرغ، مثلا مرغ سرخ شده یا مرغ مثلا ولی تو رستوران مثلا ترش کباب ولی اون کباب نیست، همون مرغه. یه دونه صبونه رشتی هم از دوستان به اسم پنیر برشته و سرده پلا رو نمیدونم. سرده پلا موشه برنج سرد. همه مخلفات گیلانی جماعت عاشق برنج با تخم مرغ پخته. با تخم مرغ آبپز. آره با تخم آبپز صبونه میخورن. اینو به نظر شما تو کانالتون بذارید، اینو آموزش بدید. بچه‌ها برنج سرد، برنج هم باید شفته باشه.
بعد تخم مرغ آبپز، اشپل هم میخورن؟ اشپل و گردو همه مخلفات. یه صبحونه خیلی مقوی و سنگین ولی من چیزی که میدونم اینه که اینو اکثرا تایمای بیجارکاری به خانمایی که میان کار میکنن به اونا یا لا عصرونه صبحونه میدن چون مقویه، خیلی مقویه بچه. بعد بخورن که مثلا انرژی کار رو داشته باشن. یادم رفت بگم اگر تا الان ویدیو رو دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. مشخصات و آدرس دقیق رستوران براتون میذارم. اگر تشریف بردید حتما بیاین استفاده کنید از راهنمایی‌ها و معرفی‌های فریبا جان هم حتما استفاده کنید. تو پیجشون، پیج اینستاگرامشون هست. کلی جای خفن معرفی کردن که یکیش اینجاست. خب بچه‌ها جای شما خالی، ما غذا رو خوردیم، خیلی حال داد واقعا. من که خیلی دوست داشتم. تو چی؟ خیلی خوشمزه بود، واقعا کیفیتش خیلی خوب بود. من دوست داشتم برای حجمشون زیاد بود، نتونستم بخورم، خیلی زیاد بود. شامیش خیلی خوشمزه، من شامیش خیلی دوست داشتم. این میرزا قاسمیش هم سیرش کم بود، خیلی دوست داشتم. باقالی خورش هم فیوریتمه. اینو ببینید یه لحظه. اونو خیلی دوست دارم من. اصلا این بازی میکنه. این دردش جلوه. خیلی خوب بود واقعا. بچه اگه اومدین گیلان حتما بهتون پیشنهاد میکنم بیاین این رستوران. هم برخوردشون فوق العاده است، هم محیطش خیلی تمیزه، آشپزخونه‌ش هم که دیدین چقدر تمیز بود. اصلا همین نکته بچه هم میخواستم من حالا اول ویدیو گفتم الان هم میگم. ببینید ما خب خیلی جاها حالا همینجوری هم رفته باشیم، حالا آشا خواسته بره فلان، حتی گفتیم چند جایی که مثلا از آشپزخونه میخوایم فیلم بگیریم نذاشتیم ویدیو بگیریم. ولی اینجا انقدر خوب، ببینید انقدر طرف باید خودش اعتماد داشته باشه دیگه، به خودش اعتماد داره، به نظافتش، به اون کاری که انجام میده. دیدید که قبل از این چقدر خوب خودش وسایل رو داشت آقای احمدی آماده میکرد فلان کنه. و واقعا هم این از بین این همه رستوران‌های مختلف فریبا جان اینجا رو به ما معرفی کردن، منبع اینکه رستورانیه که ارزش رو داره. افرادی که از شهر دیگه میان بیان اینجا به قول غذا بخورن و لذت ببرن. قیمتی هم قیمتش خیلی مناسب و کیفیت هم که فوق‌العاده، برخورد فوق‌العاده و چون خانوادگی شما میایین احساس صمیمیت میکنید باهاشون. از بین این غذای گیلان تو کدوم بیشتر دوست داری؟ باقالی خورش رو دوست دارم ولی نه باقالی خورش هر جایی خوب درنم. این الان خوب بود چون بعضی جاها خیلی آبکی میکنن، من آبکی دوست ندارم، ولی این واقعا خوب بود و خوشمزه بود و له هم نبود. بعضی جاها خیلی له میشه. در نظر من که خیلی خوب بوده. واقعا میدونید دیگه غذاهای گیلانی که واقعا دیگه اصلا فوق العاده است، حرفی نمیمونه برای گفتن. آره ولی اینجا هم خیلی خوب بود، کیفیت غذاشون عالی بود. مرسی از فریبا جون که ما رو بردن. بچا دمتون گرم، خیلی خوشمزه بود. ممنونم بابت فریبا جانم. پیج کجا بریم گشنمه از پیجای معروف رشت که دایره المعارف. آره دایره المعارف رستورانای رشت، حالا نه تنها رشت، استان گیلان کلا. میتونید با مراجعه کنید، حالا باشون در ارتباط باشید، راهنمایی بگیرید، مشاوره بگیرید. تبلیغ هم خواستید میتونید ایشون کنار ما هستن. آره و فوق العاده کارشون حرفه‌ایه. این رستوران هم خود فریبا جان زحمت کشیدن با معرفی کردن و فوق العاده بوده. رستوران‌های بعدی دیگه ان شاءالله. آره مطمئناً باز رستوران‌های بعدی رو به قول معرفی می‌کنیم، حالا غذاش و فلان این داستانا. مرسی هم که همراه ما بودید تا الان. اگر ویدیو رو لایک نکردید ممنون میشیم لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. اگه هم تست کردید بهمون نظرتون حتما هم تست کنید. تشریف بیارید استان گیلان شهر رشت. کلی غذا و آیتم‌های خوشمزه داره که مطمئنم پشیمون نمیشید. تا رستوران بعدی ان شاءالله میبینم. دمتون گرم. خداحافظ.